اول از همه به این کانال ها نگاه کن. چطور ممکنه یکی با این تعداد کم ویدیو این همه بازدید و سابسکرایبر بگیره؟ خیلی از کانال ها هستن که فقط با یه دونه ویدیو تونستن کانالشون رو به درآمد میرسونن. پس بیاین راز پشت این ماجرا رو کشف کنیم. قبل از هر چیز بگم که من خودم الان 2 تا کانال دارم. یکی از اونها حدود 25000 تا سابسکرایبر داره و اون یکی بیشتر از 50000 تا. فکر کنم همینقدر درباره من کافیه. حالا فقط یه سوال دارم. چطور بعضیا باعث میشن ویدیوهاشون انقدر سریع وایرال بشه؟ جواب توی 2 تا موضوع جادویی خلاصه میشه. ببین، یوتیوب هم بیننده داره و هم سازنده. یعنی در واقع الگوریتم مساوی است به مخاطب. بیاین اینو بهتر بفهمیم. الگوریتم یوتیوب داده ها رو از 2 تا منبع جمع میکنه. یکی از بیننده ها و یکی از سازندگانی که ویدیو میسازن. یه سازنده به الگوریتم میگه زبان ویدیو چیه، از چه کشوری آپلود شده، آی پی چیه، توی چه دسته‌بندیه، برای بچه‌هاست یا بزرگسالان، عنوان ویدیو چیه، توضیحاتش چیه و کلی چیز دیگه. حالا از سمت بیننده ها بهش نگاه کنیم. تو نمیتونی فقط از روی حس بفهمی ویدیوت خوبه یا نه. میتونی بفهمی، ولی چطور؟ بذار توضیح بدم. الگوریتم به خود ویدیو نگاه نمیکنه، به داده ها نگاه میکنه. الگوریتم یوتیوب ممکنه خیلی وقتا تغییر کنه، اما 2 تا چیز همیشه ثابت میمونه: CTR و R. باید بدونی این 2 تا یعنی چی. CTR یعنی click through rate یا همون نرخ کلیک. CTR نشون میده چند درصد از کسایی که ویدیو رو دیدن روش کلیک کردن. فرض کن ویدیوت به 100 نفر نشون داده شده و از بینشون 10 نفر روش کلیک کردن. یعنی CTR تو شده 10%. حالا فرض کن ویدیوت به 1000 نفر نشون داده شده و 45 نفر کلیک کردن. پس CTR میشه 4.5%. اگه مجموع نمایش ها 1100 تا و مجموع بازدیدها 55 تا باشه، فرمول CTR اینه. یعنی 55 تقسیم بر 1100 ضرب در 100 مساوی است به 5%. پس CTR ویدیوت 5%. حالا اگه یه ویدیوی دیگه CTR بالاتری مثلا 20% داشته باشه، طبیعیه که یوتیوب اون ویدیو رو با آدمای بیشتری نشون میده، چون آدمای بیشتری روش کلیک میکنن و دقیقاً همین باعث میشه ویدیوت وایرال بشه. از تجربه شخصی خودم بگم، اگه CTR ویدیوت بالای 7% باشه، احتمال اینکه بازدید زیادی بگیره خیلی بالاست. مثلا پربازدیدترین ویدیوی من CTR 7% داره. پس قانون ساده است: تمبنیل تو تا میتونی جذاب بساز، چون هر چی CTR بالاتر باشه احتمال وایرال شدن بیشتره. اما فاکتور دوم AR هست، یعنی Audience Retention یا نگهداشت مخاطب. فرض کن ویدیوت 7 دقیقه طول میکشه. از بین 10 نفر بیننده 3 نفر 5 دقیقه دیدن و 7 نفر دیگه فقط 2 دقیقه نگاه کردن. مجموع زمان کل میشه 10 ضرب در 7 مساوی 70 دقیقه. ولی در واقع مخاطب‌ها فقط 29 دقیقه تماشا کردن. فرمول AR اینه: زمان تماشا تقسیم بر زمان کل ضرب در 100. یعنی 29 تقسیم بر 70 ضرب در 100 مساوی 41/4%. پس آدینس ریتنشن ویدیوی تو 41/4% است. هرچی نگهداشت مخاطب بیشتر باشه، یوتیوب ویدیوت رو به افراد بیشتری نشون میده. اگه ویدیوت حدود 6 دقیقه‌ایه، سعی کن آره بالای 40% بگیری. و اگه ویدیوت بین 15 تا 20 دقیقه است، حتی 30% نگهداشت مخاطب هم میتونه بازدید خوبی بیاره. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی، قطعاً فهمیدی که CTR و R خیلی مهمن. اما فقط این 2 تا کافی نیستن. چیزی که از همه مهمتره، ایده ویدیوته. موضوعی که برای ویدیو انتخاب میکنی تعیین میکنه اصلاً مردم علاقه‌مند هستن یا نه. اگه ایده ویدیوت خسته کننده باشه، حتی اگه ادیت عالی و صداگذاری حرفه‌ای هم داشته باشی، بازم بازدید زیادی نمیگیری. در عوض بعضی کانال‌ها حتی بدون موسیقی یا سئوی درست میلیون‌ها بازدید میگیرن. میدونی چرا؟ چون ایدهشون فوق‌العاده است. ولی خب پیدا کردن یه ایده وایرال کار آسونی نیست. اگه خواستی ویدیویی بسازم درباره اینکه چطور ایده‌های وایرال برای یوتیوب پیدا کنیم، حتما توی کامنت ها بنویس. همین برای امروز کافیه. میبینمت توی ویدیوی بعدی.